درود بیکران بر شما یاران مهربان، به کانال خودتون داستانهای فارسی خوش اومدید. بریم ادامه کتاب زیبای هنر رندانه رو با هم بشنویم. همه چی از هم میپاشه. ساعت 9 صبح سر کلاس زیست شناسی نشسته بودم با آرنج به نیمکت تکیه داده و سرم رو گذاشته بودم روی دستام و به عقربه ثانیه شمار ساعت کلاس نگاه میکردم که با هر تیک تاک چرت و پرتای معلم در مورد کروموزوم ها و میتوز ها رو خفه میکرد. مثل بیشتر بچهای 13 ساله توی کلاس شلوغ و پر زلم زیمبوی اون روزا حوصلم سر رفته بود، تا اینکه یکی در کلاس رو زد. آقای پرایس، ناظم مدرسه، سرش رو آورد داخل کلاس و گفت ببخشید که مزاحم وقت کلاستون شدم. مارک، میشه چند لحظه بیای بیرون؟ در ضمن وسایلت هم با خودت بیار. به نظرم عجیب اومد، چون معمولاً بچه‌ها رو میفرستن پیش ناظم، نه اینکه ناظم بیاد سر وقت یکی از بچه‌ها. وسایلمو جمع کردم و از کلاس زدم بیرون. راهروی مدرسه خلوت بود. صدها کمد بژ تو دو طرف راه رو تا انتهای سالن صف‌آرایی کرده بودن. مارک، میشه کمد خودت رو به من نشون بدی؟ بله حتما. و همراه ناظم رفتم سمت کمدم. با موهای بلند و شلخته، در حالی که یه شلوار جین بگ و یه تیشرت سایز بزرگ پوشیده بودم، رسیدیم به کمدم. آقای پرایس گفت بازش کن لطفاً. همین کارو کردم. اومد جلوی من و کاپشن، لباسای باشگاه و کوله پشتیم رو جمع کرد. تقریبا همه محتویات کمدم منهای چند تا دفتر خودکار. راه افتاد سمت اتاق خودش و بدون اینکه به عقب نگاه کنه گفت دنبالم بیا. حسای ناجوری اومده بود سراغم. به اتاقش که رسیدیم از من خواست که بشینم. در و بست و قفلش کرد. رفت سمت پنجره ها و کرکرهاش رو کشید پایین تا کسی از بیرون نتونه داخل رو ببینه. کف دستم شروع کرده بود به عرق کردن. این یه ملاقات معمولی با ناظم مدرسه به نظر نمی اومد. آقای پرایس شروع کرد به زیر و رو کردن وسایل من. جیبامو گشت، زیپای کولمو باز کرد، لباسای باشگاهامو تکون داد و همه رو ریخت رو زمین. بدون اینکه سرش رو بلند کنه به هم خیره شد و ازم پرسید میدونی دنبال چی میگردم مارک؟ نه. مواد. این کلمه لرزه انداخت به بدنم. مواد؟ چه جور موادی؟ ناظم با یه نگاه خیلی جدی به هم خیره شد و گفت نمیدونم، تو چه جورشو داری؟ اینو در حالی گفت که داشت یکی از پوشه‌های پلاستیکیمو باز میکرد که داخلشو بگرده. عرق مثل زائده های قارچی از پوستم میزد بیرون. از کف دستم شروع شده بود و حالا به بازوهام و گردنم رسیده بود. خون به سمت مغز و کلم سرازیر شده بود و شقیقه ها مثل چی زغ زغ میکرد. مثل هر بچه 13 ساله‌ای که به حمل مواد و فروختنش توی مدرسه متهم شده بود میخواستم فرار کنم و یه جایی قایم بشم. گفتم نمیدونم راجع به چی دارین حرف میزنین، اما لحنم خیلی متزلزلتر از اون چیزی بود که میخواستم. حس کردم که الان باید لحن مطمئن‌تری داشته باشم. شایدم نه، شاید باید ترسیده باشم. دروغگوها باید لحن مطمئنی داشته باشن یا وحشت زده، چون هر جوری که هستم من میخوام برعکسش باشم. اما در عوضش نامطمئن و متزلزل بودنم بیشترم شد. در واقع متزلزل بودنم به خاطر اینکه متزلزل به چشم می اومدم باعث شد بیشتر متزلزل باشم. همون چرخه لعنتی جهنمی. آقای ناظم گفت حالا میبینیم. همزمان شروع کرد به تفتیش کوله پشتیم که 1000 تا جیب و زیپ داشت و هر کدوم پر بود از خرت و پرتای یه نوجوان تو اون سن و سال. خودکارای رنگی، یادداشتای مخفیانه‌ای که سر کلاس رد و بدل شده بود، سیدیای موزیک دهه 90 با جلدای ترک خورده، ماژیکای خوش شده، یه دفتر طراحی کهنه که نصف صفحه‌هاش کنده شده بود، گرد و خاک، کرک و پرز و کلی آشغال دیگه که طی سالها زندگی تو دوران جانفرسای دبیرستان جمع شده بود. فکر کنم عرقام داشتن با سرعت نور پمپاژ می شدن.
چون زمان کش اومده بود و نمیذاشت. انگار اون لحظه هایی که سر کلاس زیست شناسی صرفاً ثانیه هایی بودن اینجا به دوره های دیرینه سنگی تبدیل شده بودن. من هر دقیقه داشتم پیر می شدم و می مردم. فقط من بودم آقای پرایس و کوله من که انگار ته نداشت. یه جایی نزدیک به دوره میان سنگی آقای پرایس به جستجو در کولم پایان داد. حالا که هیچی پیدا نکرده بود یه جورایی قاطی کرده بود. کولم رو سر و ته کرد تا همه آشغالاش بریزه کف اتاق. الان دیگه اون هم مثل من با شدت داشت عرق میریخت. غیر از این که به جای وحشت در آقای پرایس خشم داشت زبونه میکشید. پس امروز موادی در کار نیست نه؟ سعی کرد وقتی اینو میگه عادی به نظر برسه. گفتم نه. وسایلمو پخش و پلا کرد. همه چی رو از هم جدا کرد و همه رو تو توده های مجزا کنار وسایل باشگاه جمع کرد. حالا کاپشن و کوله پشتیم مثل جسمای بیجان و بی‌هویتی روی زانوش افتادن. یه نفس عمیق کشید و به دیوار خیره شد. مثل هر بچه 13 ساله‌ای که داخل یه اتاق ترسناک با یه مرد عصبانی گیر افتاده و اون مرد داره وسیله هاشو پخش و پلا میکنه. میخواستم گریه کنم. آقای پرایس محتویاتی که کف زمین طبقه بندی کرده بود رو با دقت وارسی کرد. هیچ چیز غیر قانونی، هیچ نوع مواد مخدر یا حتی چیزی مغایر با قانون مدرسه پیدا نکرد. آهی کشید و کاپشن و کوله پشتی و پرت کرد کف زمین. به جلو خم شد و آرنجاشو روی زانوش قرار داد تا صورتش هم سطح با صورت من بشه. مارک، یه فرصت دیگه بهت میدم که با هم رو راست باشی. اگه با هم رو راست باشی این قضیه خیلی بهتر برات تموم میشه. اگه معلوم بشه که داری دروغ میگی اوضاع خیلی بد میشه برات. آب دهنمو با صدا قورت دادم. ملتمسانه ادامه داد. حالا راستشو بهم بگو. امروز مواد آوردی با خودت یا نه؟ همزمان که داشتم درون خودم با اشک‌ها و جیغ‌هایی که می‌خواستن بریزن بیرون مبارزه می‌کردم، به چشمای مأمور شکنجه زل زدم و با صدایی که حاکی از یک از ما بکش بیرون خاصی بود گفتم نه، مواد ندارم، اصلا نمیدونم راجع به چی دارین صحبت می‌کنید. با صدایی حاکی از تسلیم شدن گفت باشه، پس فکر کنم میتونی وسایلت رو جمع کنی و بری. برای آخرین بار به کوله پشتی کج و معوج من که مثل ایمان شکسته روی زمین افتاده بود نگاهی انداخت. خیلی یهویی پاشو گذاشت رو کوله که آخرین تلاشش رو برای جستجو کرده باشه. با ترس و لرز زیادی منتظر نشسته بودم که باش رو برداره و من وسایلم رو جمع کنم و برم سراغ بقیه زندگیم و این کابوس لعنتی رو فراموش کنم. ولی پاهاش رفت روی یه چیزی. در حالی که نوک پاش به قسمتی از کولم اشاره میکرد پرسید این چیه؟ چیه؟ یه چیزی اینجاست. کوله رو برداشت و با دقت شروع کرد به لمس کردن کف کوله پشتیم. اتاق داشت برام کج و معوج می شد. همه چی در هم و بر هم بود. وقتی بچه بودم موجود باهوشی بودم، خوش مشربم بودم، ولی کله خرم بودم. یه کله خر یاغی که گاهی دروغم سر هم می کرد. پر از خشم و نفرت بودم. وقتی 12 سالم بود سیستم امنیتی خونه رو با استفاده از آهنربای یخچال هک کردم که بتونم نصف شبا دزدکی از خونه بزنم بیرون. من و دوستم ماشین مادرش رو خاموش و دنده خلاص هول میدادیم تا سر خیابون که یواشکی ماشین رو برداریم و بریم دور دور. موضوعی که برای تکلیف مدرسه انتخاب میکردم سقط جنین بود، چون میدونستم معلم ادبیات ما یه مسیحی کاتولیک سفت و سخت بود. با یکی دیگه از دوستام از مامانش سیگار کش میرفتیم و پشت مدرسه به بچه‌ها میفروختیم. البته یه جیب مخفی ته کوله پشتیم تهیه کرده بودم که توش ماری جوانا قایم کرده بودم. همون جیبی که آقای پرایس کشفش کرده بود. آره، من داشتم دروغ میگفتم. همون جور که آقای پرایس وعده داده بود بخشش و لطافتی در کار نبود. چند ساعت بعد مثل هر بچه 13 ساله‌ای که کت بسته پشت ماشین پلیس نشسته فکر کردم زندگیم دیگه تموم شد.
یه جورایی درست فکر می‌کردم. پدر و مادرم منو توی اتاقم قرنطینه کردن. برای یه بازه زمانی نامعلوم مجبورم کردم بی خیال رفیقام بشم. حالا که از مدرسه اخراج شده بودم، باید تا آخر سال با معلم سرخونه درس می‌خوندم. مامانم مجبورم کرد موهامو کوتاه کنم. همه تیشرت‌های ماریلیان منسون و متالیکای توی کمد لباسامو انداخت بود که برای یه نوجوان در اون زمان به منزله محکومیت به مرگ توسط خزوخیلیت بود. پدرم هر روز صبح منو با خودش به شرکت می‌برد تا ساعت‌های متمادی فایلا رو بایگانی کنم. وقتی معلم سرخونه بازی تموم شد، منو توی مدرسه مسیحی خصوصی ثبت نام کردن که خب همونجور که میتونین حدس بزنین خیلی نتونستم خودم رو باهاش وفق بدم. درست وقتی که دوران محکومیت هم داشت تموم میشد و تکالیفم رو به موقع تحویل میدادم و ارزش‌های مسیحیت رو یاد گرفته بودم، پدر و مادرم تصمیم گرفتن از هم جدا بشن. دارم اینا رو براتون تعریف میکنم که نشونتون بدم دوران نوجوانی و بلوغ من چجوری به گای سگ رفته بود. در عرض 9 ماه همه دوستام، حقوق قانونی و خانوادم رو از دست دادم. مشاور اون دورانم بعدها به هم گفت که این یه بگاهی روانخراش واقعی بوده و من داشتم طی دهه بعدش اونو ترمیم میکردم و سعی میکردم کمتر یه عوضی خودخواه و خودمحور باشم. مشکل زندگی من توی خونه همه اون چیزایی که گفته شد و کارهایی که انجام شد نبود، بلکه همه اون چیزایی بود که باید گفته میشد و انجام میشد اما نشد. خانواده من همیشه از حرف زدن و جواب دادن به من تفره میرفتن. اینجوری بهت بگم که وارن بافت چجوری پول در میاره یا الکسیس تگزاس چجوری میکنه، اینها همینقدر حرفه‌ای جلوی بحث و مذاکره رو میگرفتن. یعنی شاید اگه خونمون داشت آتیش میگرفت، واکنش اونا نسبت به این مسئله این بود که نه بابا همه چی خوبه، شاید کمی گرم باشه اینجا ولی خیالت راحت، همه چی ردیفه. وقتی پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن، هیچ ظرفی شکسته نشد، هیچ دری کوبیده نشد و هیچ دعوا و بحثی سر این که یکیشون با یه یارویی ریخته رو هم سر نگرفت. وقتی که من و برادرم رو خاطر جمع کردن که تقصیر ما نبوده، یه جلسه پرسش و پاسخ برگزار کردیم. آره درست خوندیش، در مورد این که قراره در آینده با چه سازماندهی و سیستمی زندگی کنیم یه قطره اشک هم ریخته نشد. صدایی هم بلند نشد. تنها حقیقتی که در مورد زندگی در حال پاشیدنشون به همون نشون دادن این بود که هیچکی به دیگری خیانت نکرده. خب خدا رو شکر، فقط یکم اینجا گرمه ولی واقعا همه چی ردیفه. پدر و مادر من آدمای خوبی هستن. برای هیچ کدوم از این ماجراها اونا رو مقصر نمیدونم. شاید قبلا آره، اما الان دیگه نه. من خیلی دوستشون دارم. اونا قصه ها و سرگذشت ها و مشکلات خودشونو داشتن، همونطور که ننه بابای اونا هم داشتن و برو تا آخر. و مثل همه پدر مادرای دنیا، پدر و مادر منم با نیت بهترین ها البته بعضی از مشکلاتشون رو به من منتقل کردن، همونطور که احتمالاً من هم به بچه ها منتقل خواهم کرد. وقتی بگاهی روانخراش این چنینی در زندگی برامون اتفاق میفته، به طور ناخودآگاه احساس میکنیم که انگار مشکلاتی داریم که هیچ وقت نمیتونیم حلش کنیم. این ناتوانی پیش‌فرض برای حل مشکلات باعث میشه که حس کنیم بدبخت و بیچاره‌ای. اما این باعث یه چیز دیگه هم میشه. اگه مشکلاتی داشته باشیم که حل نشدنی‌اند، ناخودآگاهمون به این نتیجه میرسه که ما یا به طرز منحصر به فردی خاصیم یا اینکه به طرز منحصر به فردی معیوب. اینکه ما شبیه هیچ آدم دیگه ای نیستیم و قوانین باید برای ما متفاوت باشه. ساده تر بگم، خود محق بین میشیم. دردی که در این دوران کشیدم من رو در یک جاده خود محق بینی کشید که بیشتر سالهای بزرگسالی توش جولان میدادم. در حالی که خود محق بینی جیمی در دنیای کسب و کاری خودش رو نشون داده بود، جایی که اون میتونست وانمود کنه یه آدم موفق و خفنه، اما خود محق بینی من توی روابط خودش رو نشون داد. مخصوصا با زنا. آسیبای روانی که به من وارد شده بود باعث شد در مفاهیمی مثل صمیمیت و پذیرش مشکل داشته باشم. میخواستم به طور افراطی چیزایی که بر من گذشته بود و جبران کنم که به خودم
ثابت کنم همیشه دوستم دارن و مورد پذیرش قرار میگیرم. در نتیجه شروع کردم به دختربازی و همش دنبال رابطه با زنا بودم، مثل یه معتاد به کوکائین که میپره روی یه آدم برفی ساخته شده از کوکائین. باهاش عشق بازی شیرینی کردم و بعد بدون معطلی خودم رو توش خفه کردم. به یه بازیکن تبدیل شده بودم، یه بازیکن نابالغ، خودخواه و البته گاهی کاریزماتیک و جذاب. قسمت عمده یک دهه از عمر من به روابط سطحی و ناسالم گذشت، اگرچه خیلی چیزا حال میداد و اون چیزی نبود که من تشنش بودم. مورد علاقه بقیه بودم، خاطرم رو میخواستن و برای اولین بار تو زندگیم ارزشمند شده بودم. میل شدیدم به تایید شدن باعث شد عادت خودمحوری و افراط تو من ایجاد بشه. خودم رو محق میدونستم که هر کاری دلم میخواد بکنم که از اعتماد آدما سوء استفاده کنم، که احساسات آدما رو نادیده بگیرم و بعد این کارها رو با عذرخواهی و دلایل عجیب غریب توجیه کنم. اگرچه این دوران لحظه های باحال و هیجان انگیز زیادی داشت، من با دختره فوق‌العاده آشنا شدم، اما همه این مدت زندگیم کم و بیش درب و داغون بود. اغلب اوقات بیکار بودم، روی کاناپه دوستام یا با مامانم زندگی می‌کردم، بیشتر از اونی که باید الکل مصرف می‌کردم و رفقای خوبی رو هم از دست دادم. وقتی که با دختری که واقعا دوست داشتم ملاقات میکردم، خودمحوریم گند میزد به همه چی. هرچی درد عمیق‌تر باشه، بیشتر در مقابل مشکلاتمون احساس درموندگی میکنیم. در نتیجه خودمحق بینی بیشتری رو به کار میگیریم که حضور این مشکلات رو جبران کنیم. این خودمحق بینی به یکی از این دو روش خودش رو نشون میده. 1. من خوبم، بقیه ان، پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه. 2. من انم، بقیه خوب، پس باید مثل یک استثناء با من رفتار بشه. از بیرون طرز فکر متضادی دارم، ولی از درون همون هسته لزج خودخواه رو دارم. در واقع میبینی که آدمهای خودمحق بین هی بین این دو حالت رفت و آمد میکنن، یا بر بام جهان ایستادن یا اینکه جهان روی سر ایشون خراب شده. بسته به اینکه چه روزی از هفته باشه یا اینکه اون لحظه با اعتیادی که دارن چجوری دارن کنار میان. بیشتر آدما شخصیتایی مثل جیمی رو به درستی یک خودشیفته پرخاشگر عوضی تشخیص میدن، چون که خود برتربینی متوهم جیمی خیلی پر سر و صداست. ولی چیزی که آدم‌ها به درستی خودمحق بینی تشخیص نمیدن، شخصیتاییه که مدام خودشون رو خار، عاجز و بی‌ارزش میپندارن. اینکه هر چیزی در دنیا رو دلیلی بر قربانی بودن خودت تعبیر کنی، به اندازه طرز فکر مخالفش خودخواهی میطلبه. این طرز فکر که مشکلات حل نشدنی داری، به همون اندازه انرژی و توهم خود مهم پنداری میطلبه که معتقد باشی در زندگی و رفتارت هیچ مشکلی نداری. حقیقت اینه که هیچ چیزی به اسم مشکل شخصی وجود نداره. اگه مشکلی داری، به احتمال خیلی زیاد میلیون ها آدم دیگه اون مشکل رو داشتن یا الان دارن یا اینکه در آینده قراره داشته باشن. حتی شاید چند تا از اون آدم ها رو خودتونم بشناسین. این قضیه مشکل رو کم ارزش نمی‌کنه. یا به این معنا نیست که نباید درد داشته باشه. معنیش اینم نیست که شما در برخی موارد قربانی یه سری داستان ها نیستین. تنها معناش اینه که شما استثناء نیستید. معمولا رسیدن به این بصیرت که شما و مشکلاتتون هیچ استثناء یا برتری در شدت یا رنج ناشی از اون مشکلات ندارید، اولین و مهمترین قدم در مسیر حل کردنشونه. اما به دلایلی به نظر میرسه که این روزا آدمای بیشتری، به ویژه جوونا، این اصل رو فراموش میکنن. مدرس ها و استادهای دانشگاه میگن سطح تحمل و انعطاف پذیری عاطفی دانشجوها پایین اومده. درخواست های خودخواهانشون بیشتر از قبل شده. مد شده که کتابی از برنامه درسی حذف بشه، صرفاً به این دلیل که حال چند نفر رو بد کرده.
مشاورای مدرسه میگن که این روزا دانش آموزا سر قضیه‌های بسیار پیش پا افتاده و معمولی تو مدرسه مثل بحث با یه هم اتاقی یا گرفتن نمره پایین دچار پریشانی و درماندگی عاطفی میشن. عجیبه که تو این عصر همه به همدیگه وصل، خود محق بینی به بالاترین حد خودش رسیده. انگار یه چیزی در مورد تکنولوژی هست که باعث میشه نقطه ضعف ها و ناامنی های شخصیتمون به مرز جنون برسه. هرچی بیشتر آزادی ابراز خیشتن بهمون داده میشه، بیشتر میخوایم از زیر بار سر و کله زدن با اون کسایی که ایده های مخالف دارن یا باعث ناراحتی ما میشن در بریم. هرچی بیشتر در معرض دیدگاه‌های مخالف قرار میگیریم، بیشتر از وجود اون دیدگاه‌ها آزرده خاطر میشیم. هرچی زندگیمون راحت‌تر و گل و بلبل‌تر میشه، بیشتر حق خودمون میدونیم که حتی بهتر از اینی که هست بشه. مزایای اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. از خیلی جهات ما رو به بهترین دوران زندگی نزدیک کردن، اما شاید این تکنولوژی ها دارن اثرات جانبی ناخواسته روی ما میذارن. شاید همین تکنولوژی هایی که ابزار رهایی و آموزش برای خیلی ها هستن، همزمان دارن حس خود محق بینی آدم ها رو بیشتر از همیشه میکنن. بیشتر ما آدما در اغلب کارهایی که انجام میدیم متوسطیم. حتی اگه در یک کاری استثنایی باشی، به احتمال زیاد تو بقیه چیزا متوسط یا حتی پایین‌تر از متوسطیم. ماهیت زندگی همینه، عالی شدن تو چیزی مستلزم اینه که براش کلی وقت و انرژی بذاری. از اونجایی که هممون مقادیر محدودی زمان و انرژی داریم، عده کمی از ما میتونه واقعاً در بیشتر از یک چیز استثنایی بشه. در نتیجه میتونیم بگیم که از لحاظ آماری غیر ممکنه که یه آدم بتونه در همه حوزه‌های زندگیش یا حتی بیشترشون عمل کردی خارق العاده از خودش نشون بده. تاجرای خفن اغلب توی زندگی خانوادگیشون ریدن. ورزشکارای خارق العاده اغلب به اندازه حلزونی که سکته مغزی کرده باشه احمق و سطحی هن. سلبریتی های زیادی هستن که احتمالاً به اندازه همه اون هوادارایی که حرکت های ریز و درشتشون رو دنبال میکنن هیچ ایده‌ای در مورد زندگی ندارن. هممون معمولاً آدمای خیلی متوسطی هستیم، ولی این اکستریم ها هستن که مورد توجه قرار میگیرن. یه جورایی هممون اینا رو میدونیم، ولی به ندرت در موردش فکر میکنیم و احتمالاً هیچ وقت در مورد اینکه چرا این قضیه میتونه یه مشکل به حساب بیاد بحث نمیکنیم. اینترنت داشتن، گوگل، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و دسترسی به بیشتر از 400 شبکه تلویزیون و ماهواره ها خیلی چیز خفن و باحالیه، ولی توجه ما محدوده. عمرن نمیتونیم همه جذر و مد اطلاعاتی که هر لحظه از ما میگذره رو پردازش کنیم. در نتیجه تنها 0 و 1 هایی که توجه ما رو به خودشون جلب میکنن همون برش های اطلاعاتی هستن که استثنایی یا خارق العاده‌اند. یعنی همونایی که توی 99.999% هستن. هر روز ما در معرض سیلاب خارق العاده ها قرار میگیره. بهترین ها، بدترین ها، خفن ترین حرکت های بدنی، خنده دارترین جوک ها، ناراحت کننده ترین خبرها، ترسناک ترین تهدیدها، یک ریز و بیوقفه. زندگی این روزای ما پر شده از اطلاعاتی در مورد 2 سر انتهایی نمودار زنگوله‌ای تجربه انسانی، چون در کسب و کار رسانه این چیزیه که چشم‌ها رو به دنبال خودش میکشه و پول توی چیزیه که چشم‌ها رو به دنبال خودش میکشه. خلاصه کلام همینه و این در حالیه که بیشتر زندگی توی اون قسمت ملال‌آور میانی میگذره. بیشتر زندگی خارق العاده است و بیشتر زندگی متوسط میگذره.
این سیل از خارق العاده ها ما رو قانع کرده که باور کنیم خارق العاده بودن نرمال جدیده و از اونجایی که بیشترمون اغلب اوقات کاملا متوسط هستیم، سیلاب اطلاعات خارق العاده و استثنایی ما رو تو گردابی پر از سرخوردگی، نابسندگی و یأس فرو میبره. چون پر واضحه که ما یه جورایی به اندازه کافی خوب نیستیم، در نتیجه بیشتر و بیشتر نیاز پیدا میکنیم که با خود محق بینی و اعتیاد این قضیه رو جبران کنیم. با تنها روشی که بلدیم با این قضیه کنار میایم، یا از طریق خود بزرگ بینی یا دیگران بزرگ بینی. بعضیامون این کار رو با طرحریزی روش‌هایی برای خیلی سریع پولدار شدن انجام میدیم. بعضیا هم کار و زندگی رو ول میکنن که برن اونور آفریقا تا بچه‌های فقیر رو از گشنگی نجات بدن. یه دم با خرخونی و بردن همه جایزه‌های علمی این کارو میکنن. بعضیا یه مدرسه رو با گلوله میارن پایین و عده‌ای هم هستن که با هر موجودی که بتونه حرف بزنه و نفس بکشه میخوابن. و این به همون فرهنگ در حال رشد خود محق بینی که قبلا در موردش براتون گفتم ربط داره. همه نسل جدید رو به خاطر این تغییر یهویی فرهنگی مقصر ندونید. ولی خب احتمال زیاد دلیلش اینه که نسل جدید بیشتر از همه گوشی به دسته و در معرض دید. در واقع تمایل به خود محق بینی رو میشه در همه سطوح جامعه دید. من معتقدم که این قضیه به استثناء مداری ناشی از رسانه‌های جمعی مربوط میشه. مشکل اینجاست که شیوع تکنولوژی و تبلیغات توده‌ای داره انتظارات آدم‌ها از خودشون رو به گا میده. سیل خارق العاده ها باعث میشه حس آدما در مورد خودشون بدتر بشه و احساس نیاز بکنن به اینکه خارق العاده تر باشن، افراطی تر باشن، بیشتر دیده بشن و یا حتی بیشتر مهم باشن. وقتی که جوانتر بودم نقطه ضعف‌هام تو زمینه صمیمیت و عشق توسط همه باورای احمقانه‌ای که در فرهنگ عامه شایع بود بدتر و بدتر شد. همون باورها هنوز هم در حال شیوعن. برای اینکه پسر باحالی باشی باید مثل یه ستاره راک پارتی کنی. برای اینکه مورد احترام واقع بشی باید توسط زنها مورد تحسین قرار بگیری. بعضی چیزا ارزشمندترین چیزی که یه مرد میتونه بهش دست پیدا کنه و برای دستیابی بهش میارزه که هر چیزی از جمله شأن و منزلت خودتو فدا کنی. این جریان مداوم از اطلاعات غیر واقع گرایانه تو رسانه ها روی حس خود کمبینی ما دست میذاره و روی اون آوار میشه. ما رو بیش از حد در معرض استانداردهای غیر واقع گرایانه قرار میده. استانداردهایی که هرچی دست و پا بزنیم نمیتونیم بهش برسیم یا پا به پاشون پیش بریم. نه تنها حس میکنیم در مقابل مشکلات حل نشدنی قرار گرفتیم، بلکه حس بازنده بودن به همون دست میده، چون یه سرچ ساده گوگل به همون هزاران نفر رو نشون میده که اون مشکلاتو ندارن. تکنولوژی مشکلات اقتصادی کهنه رو حل کرده و به جاش مشکلات روانی جدیدی برامون آورده. اینترنت نه تنها اطلاعات رو اوپن سورس کرده، بلکه نقطه ضعف ها، خود تردیدی ها و سرافکندگی ها هم اوپن سورس شدن. ولی اگه قرار نیست استثنایی یا خارق العاده باشیم، پس هدف چیه؟ اینکه باور داشته باشی سرنوشت همه جوری رقم خورده که کار خارق العاده‌ای تو زندگیمون انجام بدیم. به یه بخش پذیرفته شده از فرهنگ امروزی تبدیل شده. سلبریتی ها اینجوری میگن، بزرگای دنیای کسب و کار اونجوری میگن، سیاستمدارا میگن، حتی اپرا وینفری هم میگه، پس باید درست باشه. هر کدوممون میتونیم خارق العاده باشیم. هممون شایسته عالی بودن هستیم. این حقیقت که خود این پیام به خودی خود متناقضه. خب اگه همه خارق العاده باشن، طبق تعریف هیچ کس خارق العاده نخواهد بود. از چشم خیلی ها دور میمونه و به جای اینکه از خودمون سوال کنیم ما واقعا شایسته چی هستیم و شایسته چی نیستیم، این پیام رو با ولع میگیریم و باز هم بیشتر میخوایم.
متوسط بودن به استاندارد جدیدی برای شکست تبدیل شده. بدترین چیزی که میتونی باشی اینه که وسط گله باشی، وسط نمودار زنگوله‌ای. وقتی استاندارد موفقیت در یک فرهنگ اینه که خارق العاده باشی، پس بهتره که در دو سر انتهایی زنگوله باشی، چون اونجا حداقل هنوز استثنایی هستی و شایسته توجه. خیلی از آدما این استراتژی رو انتخاب میکنن، به همه ثابت کنن که بدبخت ترین، مظلوم ترین یا قربانی ترین آدم روی زمین هستن. خیلی از آدما نمیخوان بپذیرن که متوسط هستن، چون فکر میکنن اگه اینو بپذیرن دیگه هیچ وقت دستاورد خفنی توی زندگی نخواهند داشت و زندگیشون بی‌معنی و بی‌ارزش خواهد شد. این طرز فکر میتونه خطرناک باشه. وقتی بپذیری که زندگی فقط زمانی ارزشمنده که خارق العاده، قابل توجه و عالی باشه، یعنی این حقیقت رو پذیرفتی که بیشتر جمعیت روی کره زمین از جمله خودت ریدن و پشیزی نمیارزن و این دیدگاه میتونه خیلی خطرناک باشه، هم برای خودت و هم برای دیگران. اندک آدم هایی که در حوزه‌ای خارق العاده میشن به خاطر این که باور دارن خارق العاده‌ان اینجوری نمیشن. برعکس، اونا خفن میشن چون روی بهتر شدن قفلی میزنن و این قفلی روی بهتر شدن از یک باور بنیادی ریشه داره که اونها یه جورایی اونقدر هم عالی نیستن. این ضد خود محق بینیه. آدمایی که توی یه حوزه خارق العاده هستن خارق العاده میشن چون میفهمن که خارق العاده نیستن، متوسط هستن و هنوز جا داره که خیلی بهتر بشن. همه این هر آدمی میتونه خارق العاده باشه و به درجات عالی برسه، فقط حس خود مهم پنداریتون رو ارضا میکنه. این پیام رو وقتی قورت میدین مزه خوبی میده، ولی در واقعیت فقط کالری های تو خالی هستن که از لحاظ روانی شما رو چاق و فربه میکنن. مسیر سلامت روان درست مثل سلامت جسمانی از خوردن سبزیجات رژیمیتون میگذره که یعنی پذیرش حقایق ملال‌آور و بی‌نمک زندگی. حقیقتایی مثل کارهایی که میکنی آنچنان در کلیت قضیه تأثیری نداره یا قسمت عمده زندگیت قراره حوصله سربر پیش بره و چیز قابل توجهی ازش در نیاد و این قضیه اوکیه. این رژیم سبزیجات اوایل اصلا مزه خوبی نمیده، خیلی هم بدمزه است، اونقدر که هی ازش تفره میرین، ولی بعد از اینکه هضم میشه بدنتون که بیدار میشه احساس سرزندگی و قدرت بیشتری میکنین. به هر حال اون فشار و بار همیشگی، اینکه چیز خفنی بشین، اینکه ستاره بعدی شما باشین، از روی دوش شما برداشته میشه. استرس و اضطراب ناشی از این که همیشه ناکافی هستین و مدام نیاز دارین که خودتون رو ثابت کنین از بین میره. درک و پذیرش هستی معمولیتون به شما این حس رهایی رو میده تا به دستاوردی که واقعاً آرزوش رو دارین نائل بشین، بدون اینکه خودتون رو قضاوت کنید یا انتظارات عجیب غریبی داشته باشین. برای تجربیات ابتدایی زندگی ارزش خاصی قائل میشید. لذت یک دوستی ساده، خلق کردن چیزی، کمک کردن به کسی که نیاز به کمک داره، مطالعه یک کتاب خوب، خندیدن با کسی که بهش اهمیت میدید. به نظر حوصله سربر میاد نه؟ خب چون این چیزها معمولی هستن، اما شاید دلیلی داره که معمولی هستن، چون چیزهایی هستن که حقیقتاً اهمیت دارن. ارزش رنج کشیدن، فصل 4. در ماه‌های واپسین 1944 بعد از حدود 10 دهه جنگ اوضاع داشت به ضرر ژاپن پیش میرفت. اقتصادشون مثل خر توی گلگیر کرده بود. ارتششون در تقریباً نصف آسیا پراکنده شده بود و سرزمین‌هایی که در اقیانوس آرام تصاحب کرده بود مثل مهره‌های دومینو سرنگون می‌شدن و به دست ایالات متحده می‌افتاد. شکست اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسید. 26 دسامبر 1944 ستوان دوم هیرو اونودا از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد.
مأموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت ایالات متحده رو کند کنه، تا سرحد مرگ ایستادگی کنه و هیچ وقت تسلیم نشه. هم خودش و هم فرماندهش میدونستن که این مأموریت یه خودکشیه. در فوریه 1945 آمریکایی‌ها به لوبانگ رسیدن و با ارتش سهمگین جزیره رو گرفتن. در عرض چند روز بیشتر سربازای ژاپنی یا تسلیم شدن یا کشته، ولی اونودا به همراه 3 تن از مردهاش تونستن جون سالم به در ببرن و توی جنگل قایم بشن. از اونجا حملات چریکی پراکنده‌ای رو علیه نیروهای آمریکایی و جمعیت محلی انجام میدادن و به خطوط انتقال مهمات حمله میکردن. به سربازان گشتی شلیک میکردن و به هر روشی که میتونستن چوب لای چرخ نیروهای آمریکایی میذاشتن. آگوست همون سال، یعنی بعد از حدود 6 ماه، ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز تو جزایر اقیانوس آرام پراکنده بودن و بیشترشون مثل اونودا توی جنگلا مخفی شده بودن و نمیدونستن که جنگ تموم شده، این سربازا درست مثل قبل به جنگ و غارت ادامه دادن و این مشکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود. دولت‌ها به توافق رسیدن که باید در این باره کاری بکنن. ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور رو از بالای اقیانوس آرام روی این جزایر پخش کردن و اعلام کردن که جنگ تمام شده. وقتش رسیده که همه برن به خونه هاشون. اونودا و سربازاش مثل خیلیای دیگه این بروشورا رو پیدا کردن و برخلاف خیلیای دیگه تصمیم گرفتن که این اعلامیه ها ساختگی و یه طلسم از طرف نیروهای آمریکایی که چریک ها رو از جنگل بکشه بیرون. اونودا اعلامیه ها رو سوزوند و سربازاش به زندگی مخفیانه تو جنگل و مبارزه ادامه دادن. 5 سال به همین منوال گذشت. انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون. محلی های لوبانگ سعی کردن به زندگی عادیشون، یعنی کشاورزی و ماهیگیری برگردن، اما هنوز هیرو اونودا و مرداش به کشاورزا شلیک میکردن. محصولاتشون رو آتیش میزدن و دامهاشون رو میدزدیدن و محلی ها که داخل جنگل پرسه میزدن رو به قتل میرسوندن. دولت فیلیپین اعلامیه های جدیدی چاپ و توی جنگل پخش کرد: بیاید بیرون، جنگ تموم شده، شما باختین. اما این بارم باور نکردند. سال 1952 دولت ژاپن یه تلاش نهایی انجام داد که آخرین سربازهاش رو که تو جزایر اقیانوس آرام قایم شده بودن بیاره خونه. این بار نامه ها و عکس‌هایی از خانواده سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور در جنگل پخش شد. این بار هم اونودا نخواست که باور کنه این اطلاعات واقعی‌اند. این بارم فکر کرد که این قضیه زیر سر آمریکاست. این بارم هیرو و سربازاش موندن و به جنگیدن ادامه دادن. چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی های محلی که از این همه ترور به سطوح اومده بودن خودشون دست به اسلحه شدن و با اونودا و یاراش مبارزه کردن. تا سال 1959 یکی از همرزمان اونودا تسلیم شد و یکی دیگهشون کشته شده بود. 10 دهه بعد آخرین یار اونودا، مردی به نام کوزوکا، در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد، در حالی که داشت شالیزارهای برنج و آتیش میزد. یعنی ربع قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و اونها هنوز داشتن میجنگیدن. حالا دیگه اونودا که بیشتر از نصف عمرش رو تو جنگلای لوبانگ سپری کرده بود، تک و تنها مونده بود. سال 1972 خبرهای مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر و صدای زیادی به پا کرد. مردم ژاپن فکر می‌کردن که آخرین سربازهای جنگ سالها پیش اومدن خونه. رسانه‌های ژاپنی شروع کردن به مطرح کردن این سوال که اگه کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ مونده، شاید خود اونودا، آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم، هنوز زنده باشه. همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل و دنبال این ستوان دوم پر رمز و راز گشتن. کسی که یک شخصیت معماوار داره، یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبحگونه.
هیچی پیدا نکردن. ماه‌های زیادی گذشت و قصه ستوان اونادا یه جورایی به افسانه‌های محلی ژاپن تبدیل شد. یه قهرمان جنگی که اونقدر دیوونه است که نمیشه واقعی بودنش رو باور کرد. خیلی عاشقانه میپرستیدنش و خیلی ها ازش انتقاد میکردن. بعضیا میگفتن این حرفا مال قصه های پریاست و آدم‌های این قصه رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی باور داشته باشن که خیلی وقت پیش ناپدید شده. حول و حوش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو سوزوکی برای اولین بار اسم اونادا به گوشش خورد. سوزوکی یه ماجراجو، یه سفربروی کنجکاو و یه جورایی هیپی بود. بعد از پایان جنگ به دنیا اومده بود، از مدرسه اخراج شده بود و 4 سال مداوم تو جاده بود و آسیا، خاورمیانه و آفریقا رو هیچ‌هایک کرده بود و شبها روی نیمکت‌های پارک و تو ماشین غریبه ها سلول زندان و زیر آسمون خدا روز میکرد. برای غذا تو مزارع به کار داوطلبانه مشغول میشد و برای پرداخت هزینه اقامت خونه اهدا میکرد. یه روح آزاده بود و شاید هم یه خورده بی‌مخ. سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجویی جدیدی لازم داره. بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلاً با این ژاپن جدید حال نمی‌کرد. از هنجارهای صلب فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست میداد. از مدرسه نفرت داشت. نمیتونست سر یه کاری آروم بگیره. میخواست دوباره برگرده به جاده. دوباره برای خودش آزاد باشه. برای سوزوکی افسانه اونادا به عنوان جوابی برای سوالاش هویدا شد. این قضیه براش یه ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت. سوزوکی یقین داشت که خودشون تنها آدمیه که میتونه اونادا رو پیدا کنه. گروه‌های تجسس ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودن اونادا رو پیدا کنن. پلیس محلی به مدت 30 سال جنگل‌های منطقه رو وجب به وجب گشته بود و هزاران اعلامیه پخش شده بود بدون دریافت هیچ پاسخی. ولی گور باباش، این هیپی ولگرد، میخواست بره و اون آدمی باشه که پیداش میکنه. سوزوکی غیر مسلح و بدون هیچ مهارتی در ردیابی آدمها یا فنون مبارزه به جزیره لوبانگ سفر کرد و به تنهایی زد به دل جنگل. استراتژی سوزوکی این بود که اسم اونادا رو فریاد بزنه و بهش بگه امپراتور خیلی نگرانشه. در عرض 4 روز اونادا رو پیدا کرد. سوزوکی مدتی پیش اونادا تو جنگل موند. اون زمان اونادا به مدت 1 سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و همصحبت استقبال کرد. خیلی هم تشنه این بود که بفهمه این سالها چه اتفاقاتی افتاده، چی به سر ژاپن و این دنیا اومده و این 2 نفر یه جورایی رفیق هم شدن. سوزوکی از اونادا پرسید که چرا این همه سال به مبارزه ادامه داده. اونادا گفت که خب خیلی ساده است، بهش دستور داده بودن که هیچ وقت تسلیم نشو و اون هم همین کار رو انجام داده بود. به مدت 30 سال داشت از یک دستور تبعیت میکرد. بعد اونادا از سوزوکی پرسید چی شد که یه پسر هیپی اینجوری اومده و دنبالش میگرده. سوزوکی گفت که ژاپن رو در جستجوی 3 چیز ترک کرده: ستوان اونادا، یه خرس پاندا و یتی. به همین ترتیبی که گفتم. یتی یه غول برفیه که موجود آدم نما و پشمالویی که تو کوههای هیمالیا زندگی میکنه. اینو تو پرانتز براتون گفتم. این 2 تا آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم خورده بودند و ماجراجوی خوش انرژی و با نیت‌های خیر در جستجوی ورژن غلطی از کمال مثل دون کیشوت و سانچو پانزا ژاپنی در دنیای واقعی تو جنگل‌های مرطوب فیلیپین گیر افتاده بودند. خودشونو قهرمان میدونستن با وجود اینکه جفتشون تنها بودن. هیچی نداشتن و هیچ کار خاصی نمی‌کردن. اونادا که تا اون موقع بیشتر زندگیشو وقف یک جنگ خیالی کرده بود. سرنوشت سوزوکی هم بهتر از اونادا نبود. بعد از اینکه ستوان گم شده و خرس پاندا رو پیدا کرد، چند سال بعد در جستجوی یتی در ارتفاعات هیمالیا جون خودشو
از دست داد. آدما اغلب اینجوری انتخاب میکنن که قسمت‌های بزرگی از زندگیشون رو وقف اهدافی بی اهمیت یا مخرب کنن. سخت تصور کردن این که اونودا اون 30 سال توی جنگل خوشحال بوده، از حشرات و جوندگان تغذیه میکرده و توی خاک و خل میخوابیده و سالهای سال محلی ها رو میکشته، یا اینکه چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ هایک کرده بدون هیچ پولی، بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز اینکه یه غول خیالی رو پیدا کنه. بعدها اونودا گفت که حسرت چیزی رو نمیخوره و به انتخاب‌هایی که کرده و به اوقاتی که در لوبانگ به سر کرده افتخار میکنه. گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگه زنده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت که داشت همون کاری رو میکرد که باید و اینکه حسرت چیزی رو نمیخوره. جفتشون انتخاب کردن چجوری رنج بکشن. هیرو اونودا انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری مرده رنج بکشه. سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجراجویی رنج بکشه. حالا هر چقدر بیمارگونه جلوه کنه، برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشته و یک هدف عالی‌تر رو دنبال میکرد و چون معنا داشت میتونستن تحملش کنن، حتی ازش لذت ببرن. اگر رنج کشیدن اجتناب ناپذیره، اگه مشکلات زندگی رو نمیشه حذف کرد، پس سوالی که باید پرسیده بشه این نیست که چجوری رنج رو حذف کنم، بلکه اینه که چرا دارم رنج میکشم و برای چه هدفی. هیرو اونودا در سال 1974 برگشت به ژاپن و یه جورایی تو وطن به یه سلبریتی تبدیل شد. از یه برنامه تلویزیونی به برنامه رادیویی بعدی دعوت میشد. سیاستمدارا دست و پا میشکستن که باهاش دست بدن. یه کتاب منتشر کرد، از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد. ولی وقتی به ژاپن برگشت از چیزی که دید خیلی سرخورده شد. یه فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه سنت‌های وفاداری و ایثار رو از دست داده بود، سنت‌هایی که نسل هیروئینا روش بنا شده بود. اونودا سعی کرد از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت از ارزش‌های ژاپن قدیم استفاده کنه، اما تو این جامعه جدید کسی صدای اونودا رو نمیشنید. برای اونا هیرو یه ابزار نمایشی بود تا یه متفکر فرهنگی، یه مرد ژاپنی که از یک ماشین زمان پیاده شده و همه مات و مبهوت نگاهش میکنن، مثل یه عتیقه توی موزه. قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونودا افسرده شد. خیلی بیشتر از اون دورانی که تو جنگل زندگی میکرد، حداقل تو جنگل برای یه هدفی ایستادگی میکرد، زندگیش معنادار میگذشت. این باعث شده بود که همه اون رنج‌ها براش آسون بشه، حتی مقداری لذت بخش. اما اینجا تو ژاپن جدید، جایی که از دید هیرو به یک ملت تو خالی پر از هیپی ها و زنهای بی قید و بند در لباس‌های غربی تبدیل شده بود، با یک حقیقت تلخ مواجه شد. مبارزش بی‌معنا بوده. ژاپنی که براش زندگی میکرد و براش جنگید دیگه وجود نداشت و سنگینی این حقیقت یه جورایی سوراخش کرد که هیچ گلوله‌ای تا حالا نکرده بود. چون رنجی که کشیده بود هیچ معنایی دیگه نداشت. ناگهان براش روشن شد که 30 سال از زندگیش رو بد تلف کرده. در نتیجه در سال 1980 وسیله‌هاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمر اونجا موند. پیاز خودشناسی مثل یه پیازه، لایه‌های زیادی داره و هرچی لایه‌های بیشتری رو برداری، به عمق بزنی، احتمال بیشتری داره که گاه و بیگاه اشک بریزی. بیایید فرض کنیم که لایه اول پیاز خودشناسی یه درک ساده از احساسات خودمون باشه. الان از اون وقتاست که من خوشحالم، فلان چیز منو ناراحت میکنه، بهمان چیز بهم امید میده. متاسفانه بعضی آدما هستن که حتی در این سطح ابتدایی خودشناسی هم خیلی ضعیف عمل میکنن. میدونم، چون خودم یکی از اونا. من و همسرم بعضی وقتا یه همچین مکالمه های بامزه‌ای داریم با هم. اون: چیزی شده؟ من: نه هیچی نشده. اون: نه یه چیزی شده، به هم بگو. من: خوبم واقعا. اون:
مطمئنی عزیزم؟ آخه به نظر میاد ناراحتی. من واقعا؟ نه بابا خوبم، جدی میگم. و 30 دقیقه بعد، وای همینه که این آدم اینقدر میره رو مخم. توی یه اتاق کار میکنیم اما یه جوری رفتار میکنه انگار من اصلا وجود ندارم. تازگی ها شنیدم یه بار سعی کرده زیرابمو پیش رئیسم بزنه. هممون نقاط کور عاطفی داریم. اغلبشونم به عواطفی مربوط میشن که در خلال بزرگ شدن توی مغزمون فرو کردن که احساسات نامناسبی هستن. سالها تمرین و تلاش لازمه که در شناسایی نقاط کور بهتر بشیم. بتونیم به خوبی ابرازشون کنیم. این یک وظیفه خیلی مهمه و به زحمتش میارزه. لایه دوم پیاز خودشناسی توانایی پرسیدن این سواله که چرا ما عواطف خاصی رو حس میکنیم. این چراها سوالات سختی هن و معمولا ماها یا حتی سالها طول میکشه که جواب درست و حسابی یا دقیقی بهش داد. بیشتر آدما نیاز دارن که برن پیش یه روانشناس تا برای اولین بار این سوالها ازشون پرسیده بشه. این سوالها اهمیت زیادی دارن چون روشن میکنن که چه چیزی رو موفقیت یا شکست میدونیم. چرا عصبانی هستی؟ آیا دلیلش اینه که در رسیدن به هدفی شکست خوردی؟ چرا حس خمودگی یا بی انگیزگی داری؟ آیا دلیلش اینه که فکر میکنی به اندازه کافی خوب نیستی؟ این لایه از سوالها کمک میکنه که ریشه عواطفی رو درک کنیم که ما رو احاطه میکنه. وقتی علت ریشه‌ای رو پیدا کنیم اون وقت در بهترین حالت میتونیم کاری کنیم که تغییرش بدیم. اما پیاز خودشناسی یه لایه دیگه هم داره که عمیق تره. این لایه لعنتی پر از اشکه. خب دوستان، فکر میکنم دوباره این فایل خیلی طولانی شد ولی هر مطلبی که میخونم انقدر برای خودم شیرینه که دلم میخواد بازم ادامه بدم و بازم شما رو ببرم به دنیای قشنگ دانش. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم این فایل ها، این داستان ها و این کتاب های انگیزشی بتونه تأثیر مثبتی توی زندگی هممون بذاره. خیلی ممنونم که کانال رو دنبال میکنید و شما باعث میشید من بیشتر یاد بگیرم، تحقیق کنم و از دانسته هام شما رو هم بهره مند کنم. اگه کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید لطف کنید همین الان سابسکرایب کنید و اگه این قسمت رو شنیدید و ازش لذت بردید لطفاً برگردید از قسمت اول این کتاب گوش کنید و چند بار هم که بشنوید باور کنید انقدر چیزای خوبی دستگیرتون میشه که مسیر زندگیتون رو تغییر میده. ایران دخت با افتخار کنارتون هست. براتون دنیای امن و آروم سرشار از عشق، امنیت و آرامش آرزو میکنم. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، سرلوحه زندگیمان. اهورامزدا یارمان. بدرود.